در دهه گلستانی جماعت دهاتی سانگتودای ناحیه دنقره با مبلغ‌گذاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بمرخانه منطقوی عبارت از 2 آشیانه ساخته مورد استفاده قرار داده شد که در افتتاح آن رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و دیگر نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. همچنین در این روز از جانب صاحبکاری وطنی امریدین نقشف در دهه کورز جماعت دهاتی کورز مرکز سلامتی عبارت از 6 اتاق کاری که از حجره بقایدگیری، حجره داروگذرانی، ممادایگی، طب اویلوی و ختنه عبارت است ساخته در وضعیت تنتنوی مورد استفاده قرار داده شد که خرسندی ساکنان دهات مذکور را دوچند نمود. با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جلب صاحبکاری وطن دوست با ما در دهه زیبا منظر کورز یک مرکز سلامتی ساخته به استفاده داده شد. ما کارمندان خرد میانه طب میندارگی خود را از پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان میکنیم که چنین انشاءاتها را به ما ساخته به استفاده داده اند. ما 10 نفر کارمندان طب سابقه داران با جای کار تامین گشتیم. به نهایت مینداریم از پرزیدنت جمهوری و صاحبکاران وطن دوست. از جانب صاحبکاری نامبرده در حدود همین دهات میدانچه ورزشی با طرز زمانوی بهر تمرین جوانان با بازی‌های فوتبال و والیبال ساخته شده است که میدانچه مذکور نیز با اشتراک رئیس ولایت ختلان و دیگر نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. در زمان سالهای صاحب استقلالی راه‌های اهمیت محلی جمهوریوی نیز از تعمیر جاری برآورده شدند که در این راستا راهی حدود دهات مذکور از جانب شخصان سخاوتمند پرره از نوسازی گردید که این تدبیر را رئیس ولایت ختلان کار خیر عنوان نمود و به صاحبکاران تحسین و آفرین گفت. در این روند در دهه خرمزمین جماعت دهاتی به نام اسمت شریف نیز از جانب صاحبکاران میدانچه یونیورسالی برای بازی کودکان و ورزش والیبال و بسکتبال با طرح نو زمانوی ساخته شده افتتاح گردید. من یکی از خواننده خوشبخت زمان استقلالیتم. با تشبث جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و صاحبکاران وطنی در دهه ما چندین انشاءات‌های نو زمانوی ساخته به استفاده داده شده است که این باعث افتخار و سرفرازی ما نسل نورس میباشد. شکرانه از آن میکنم که در چنین وطن آباد و زیبا عمر بسر میبرم و چنین پیشوای معظمی غمخوار و مهربان دارم و فخر از آن میکنم که در چنین دولت عمر بسر میبرم. از مینداری خیش را و پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانم که برای ما نورسان و کودکان چنین باغچه های زیاد فراهم آورده است که در اینجا کودکان میتوانند با تمام تجهیزاتش خوب برای آنها شرایط مهیا آورده شده است. اینچنین میدانچه ورزشی یونیورسالی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهات کورز نیز اقدام دیگر این صاحبکاری وطنی در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود که این هم افتتاح گردید. با دستگیری صاحبکاران وطنی در دهه کورز ما خب بیش از 4 کیلومتر راهها اسفالت پوش کرده شد. کوچه ها روشن نوکیشان خیلی بهتر شده. حتی شبانه جوانا ساکنان دهه برای تماشا میبرند و در دهه ما 2 تا میدان ورزشگاه ساخته شدند. جوانان از کوچگری از کارهایی که بیهوده میگشتند آزاد شده آمده در اینجا با بازی‌های فوتبال و دیگر بازی‌ها مشغول میشوند. این هم یک بخت بزرگ است. لازم به یادآوری است که از جانب ماموریت منطقه آزاد اقتصادی دنقره نیز تشبث نیک و اقدام بزرگ راه اندازی گردیده در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب درآمدهای کارخانه بهر اهالی دهه محور جماعت دهاتی لاهور یک بنگاه طبی با تمام شرایط کاری ساخته مورد استفاده قرار داده شد که مشکلات ساکنان دهات مذکور جهت نداشتن نقطه طبی آسان گردید. سال خیر از صحبت ملی پیشوای معظم ملتمون برای باز هم بلند برداشتن رویه مردم یکچند انشاءات‌ها را شده به مردم تحریک کردند. از آن جمله در دهه محور ما نیز چنین بنگاه طبی با تشبث اساسگذار